سلام بچه‌ها، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. به ویدیو یوتیوب من خوش اومدید. امروز قراره رشته های پیراپزشکی محبوب رو و پرطرفدار رو با هم دیگه بررسی کنیم. شرایط شغلیشون، اینکه قراره چیکار بکنن تو این شغل ها، درآمدشون، سختی کارشون، مزیت‌ها و معایب و مهاجرتشون رو با هم دیگه بررسی کنیم، نسبت به هم مقایسه کنیم و در نهایت ویدیو من قراره بگم که مثلا اولویت هم چی هن، مثلا حالا به نظرم کدوم رشته بهترن و اینکه از شما هم میخوام که اولویت‌های خودتون هم زیر این پست برام بنویسید و اینکه میخوام بگم این اولویت‌هایی که من قرار آخر ویدیو بگم صرفاً نظر و سلیقه منه و ممکنه برای یک کس دیگه کلا فرق داشته باشه و اینطوری هم نیستش که بگم مثلا این رشته بدتره این رشته خوبتره. صرفا نظر و سلیقه خودم بر اساس ویژگی‌های خودم اینا رو چیدم و ممکنه برای هر کسی متفاوت باشه. با من ادامه ویدیو رو همراه باشید. خب اول از همه میخوایم پرطرفدارترین پیراپزشکی رو با هم دیگه بررسی کنیم، رشته پرستاری. این رشته اگه بخوام نسبت به اون یکی رشته هایی که حالا توی این ویدیو توی تایتلش هم نوشتم با هم دیگه بررسی کنیم، این پرستاری نسبت به اون یکی ها مهاجرتش یک میدم، یعنی بهتر از همه پیراپزشکی هایی هستش که حالا صرفا توی این ویدیو قرار بررسیشون کنیم. واقعا مهاجرت پرستاری خیلی بهتره. به آلمان و دانمارک و اینا واقعا برمیدارن و خیلی هستن که از این طریق مهاجرت کردن. از لحاظ بازار کار بگم، نیروی پرستاری نیروی بیشتری برمیدارن، بعد تغییر شیفت دارن، شیفت شب، شیفت صبح دارن. شرط کارش این شکلیه که شما با مریض و همراه مریض درگیر هستید و باید آدمی باشید که مثلا حالا همدلی داشته باشید، بعد بتونید حالا شرایط رو هندل کنید. اگه یه وقتی اتفاقی افتاد مثلا بتونید اون لحظه شرایط رو هندل کنید. بعد اینکه سختی کار که خب مثلا سختیش اینه که مثلا حالا مدت طولانی شیفت دارید و مثلا بیخوابی‌ها رو اینا رو باید تحمل داشته باشید. پس اگه آدمی هستید که بدنتون ضعیف هستش، این رشته رو مثلا حالا یکم توش خیلی دقت کنید، چون مثلا این رشته نیاز به قوت بدنی خوبی داره، مثلا نیاز به این داره که مثلا قوت بدنی خوبی داشته باشید. این شکلی. دومین رشته‌ای که می‌خوایم بررسی کنیم رشته اتاق عمل هستش. رشته اتاق عمل رشته‌ای هستش که اغلب مردم مثلا نمیدونن این رشته چی کار میکنه. بچه‌ها شما توی این رشته قرار نیست عرق جراح رو پاک کنید. شما توی این رشته اتاق عمل رو برای عمل آماده میکنید و حین عمل به جراح کمک میکنید. حالا چطوری؟ مثلا قبل از عمل شما مثلا اگه قرار دست بیمار عمل بشه، شما دستش رو با بتادین و اینا استریل میکنید. وسایلی که قرار توی اون عمل به کار بره رو توی میز میچینید و همشون رو باید استریل کنید. بعد مثلا حالا بیمار رو پارچه‌های آبی هستش میذارید روش، حالا فقط اون قسمتی که قرار عمل بشه بیرون باشه و این شکلی. رشته‌ای تمیزی نیست، میدونید رشته‌ای هستش که شما در حین جراحی خون میبینید، بعد اون توی شرایط جراحی هستید. یعنی اگه مثلا 5 ساعت قراره اون جراح بالای سر مریض باشه و جراحی کنه، شما هم همراه اون جراح هستید و دارید بهش کمک میکنید، وسایل رو میدید، چه میدونم اگه مثلا حرفه‌ای باشید مثلا شاید بخیه اینا رو هم بدم بهتون و این شکلی. پس میخوام بگم که اگه شما کسی هستید که از خون میترسی یا مثلا طاقت دیدن یه سری صحنه ها رو کلا نداری، بی خیال این رشته شو، چون واقعا شرایط مثلا چه میدونم یکی تصادف میکنه استخونش میزنه بیرون، میارن اونجا عمل کنن، شما اونو میبینی. اگه تحملش رو نداری بهتره که مثلا حالا یکم توی اولویتات دقت کنید در مورد این رشته. خوبیش اینه که با همراه مریض و مریض در ارتباط نیستی، تو خود اتاق عمل هستی. بعد تغییر شیفت داره مثل پرستاری. یکی از مزیت‌هاش که واقعا به نظر من مزیت خوبی هستش اینه که اگه شما تو کارتون حرفه‌ای بشی، جراح میتونه شما رو به عنوان اد برداره. وقتی به عنوان اد برداره، حالا بر اساس قراردادی که میبندید درآمدتون بالاتر از 50 تومن هم میشه، یعنی خیلی بالاتر، حداقل مثلا 50 تومن اینا و بالاتر میشه که واقعا درآمد خوبیه برای پیراپزشکی و یه پیشرفت شغلی خیلی خوبی هستش که توی مثلا باقی پیراپزشکی ها این پیشرفت شغلی یا نیست یا اگه هست خیلی سخته. مثلا حالا
واقعا مثلا سخته، مثلا سرمایه اینا میخواد مثلا، ولی مثلا توی این اتاق عمل سرمایه نمیخواد، فقط کافیه که شما حرفه‌ای بشید توی کارتون. مهاجرت اتاق عمل نسبت به پرستاری بدتره، ولی نسبت به هوشبری و باقی بهتره. یعنی من بخوام توی این ویدیو به مهاجرت مثلا به مهاجرت اتاق عمل نمره بدم، نمره 2 رو میدم، چون واقعا نسبت به باقی رشته ها بهتره، ولی نسبت به پرستاری بدتره دیگه این شکلی. از نظر اینکه نیروی کار میگیرن بچه توی بیمارستان اگه به 10 تا مثلا اگه به 10 تا پرستار نیاز داشته باشن، به 2 تا یا 3 تا هم اتاق عمل نیاز دارن این شکلی. حالا بازم نسبت به پرستاری کمتره، ولی نسبت به مثلا باقی رشته ها بهتره. و اینم بگم که معمولا توی کشور ایران این کمبود اتاق عمل هستش، چون هنوز اشباع نشده و هنوز مثلا نیروی کار میگیرن. پس نگران کار نباشید، کار براتون پیدا میشه اگه مثلا حرفه‌ای باشید، اگه خوب باشید، کار بلد باشید. ولی خب اینم در نظر داشته باشید که نسبت به پرستاری شانس پیدا کردن کارش کمتره. سومین رشته‌ای که میخوام بررسی کنم رشته هوشبری هستش. باز هم مردم نمیدونن که دقیقاً هوشبری چی کار میکنه. بچه‌ها هوشبری هم دقیقاً توی اتاق عمل کار میکنه و با مریض و همراه مریض و اینا سر کار نداره. حالا من چرا هی میگم مریض و همراه مریض؟ چون حالا نمیدونم اگه اطرافیانتون پزشک یا مثلا توی علوم پزشکی باشن و اینا، یا حالا جزء کادر درمان و اینا باشن، احتمالاً بشنوید که سر کله زدن با مریض و همراه مریض معمولاً و عموماً سخته و یکم حالا حوصله میخواد و اینا. ولی خب مثلا هوشبری اینا مثل اتاق عمل، توی اتاق عمل کار میکنه، با مریض هم خیلی کم، یعنی قبل از بیهوشی فقط یه چند تا سوال میپرسه ازش، چند سالته و اینا، تا طرف بیهوش بشه و بعد از اون دیگه هیچ ارتباطی با مریض نداره. حالا کارش چیه؟ بچه توی اتاق عمل میشینه، بعد بین اون صحنه جراحی و کسی که حالا اینجا نشسته یه پرده هستش. یعنی اگه من مثلا هوشبر باشم و اونجا جراحی باشه، بین من و اون جراحی یه دونه پرده هستش، من اون صحنه جراحی رو نمیبینم. اینجا جلوم یه مانیتور هست، من اون مانیتور رو میبینم و حالا چه میدونم فشار مریض افتاد، چه میدونم حالا اون وسط یه مشکلاتی اومد، من همشون وظیفش بر عهده منه و من اونجا باید کنترلش بکنم. اگه دارویی چه میدونم آمپولی چیزی نیاز هست من باید بزنم. حالا مال دکتر نیست، وظیفه دکتر نیست. ما فکر میکردیم که مثلا وظیفه دکتره، ولی نه، اینا وظیفه هوشبر هستش. یکی از حالا چیزهایی که مثلا باعث میشه توی هوشبری دقت کنید اینه که مسئولیت بیمار بر عهده شماست. اگه بیمار به هوش نیاد، در حین عمل فشار بیمار بیفته، سکته کنه، هر اتفاقی براش بیفته، مسئولیتش گردن شماست و میان از شما مثلا شکایت میکنن. اگه بخوام بکنن میان از شما شکایت میکنن و شما مسئولید واقعا در قبالش. و اینکه به خاطر این موضوع همیشه استرس دارن. یعنی هوشبری یه رشته استرس‌زایی هستش، چون دائما توی اتاق عمله و دائما حالا یکم بالا پایین بشه، باید اون لحظه فوراً مثلا استرسش رو کنترل کنه و اون شرایط رو اوکی بکنه. اگه آدمی هستید که خیلی شدید استرسی هستید و مثلا نمیتونید استرستون رو کنترل کنید، بهتره که حالا توی این رشته یکم مثلا حالا دقت کنید و اینا، بعد واردش بشید. از نظر حقوقی بچه‌ها کلا پیراپزشکی ها پای حقوق همشون 12 تومنه، چه پرستاری باشه، چه اتاق عمل باشه، چه مثلا همین هوشبری باشه و باقی، به جز علوم آزمایشگاهی باقی پای حقوقشون 12 تومنه. علوم آزمایشگاهی از 12 تومن کمتره. ولی مثلا توی پرستاری شما اگه شیفت بیشتر وایستید، شیفت شبینا، میتونید حقوقتون رو بالا ببرید. یا توی اتاق عمل هم همینطور، ولی هوشبری تغییر شیفت نداره. شما وقتی توی کلینیکی یا توی مثلا بیمارستانی شروع به کار میکنید، عین یک کارمند رسمی از صبح میرید تا ظهر. بعد مثلا این وسط کار بانکی داری اینا رو نمیتونی انجام بدی، ولی پرستار یا مثلا اتاق عمل میتونه مثلا 2 شب شیفت شب وایسته و 2 تا صبحش خالی باشه و کارهای مثلا بانکی و کارهای غیرش رو همون صبح ها انجام بده. ولی هوشبری اینو نداره، با توجه به ویدیوی نفیسی که اینجا براتون گذاشتم.
از نظر مهاجرت هوشبری رتبه 3 رو میگیره، یعنی اول پرستاری، بعد اتاق عمل، بعد هوشبری هستش. و از نظر اینکه نیروی کار میگیرن، نیروی کار کم میگیرن. اگه توی بیمارستانی 10 تا پرستار بگیرن، 3 تا یا 2 تا اتاق عمل بگیرن، یه دونه هم هوشبری میگیرن. یعنی نسبت به اتاق عمل کمتره مثلا نیروی کار گرفتنش و مثلا پیدا کردن کار و اینا. و یکی از نکات مهم هوشبری که یادم رفت بهتون بگم، سختی کارشه بچه‌ها. سختی کار شامل هوشبری هم میشه. رادیولوژی هستش مثلا سختی کار شاملش میشه زود بازنشسته میشن. این شامل هوشبری ها هم هست، چون با یه ماده سر کار دارن که اون ماده انگار برای بدن ضرر داره، برای همین سختی کار شاملش میشه. خب چهارمین رشته‌ای که میخوام با هم بررسی کنیم رشته علوم آزمایشگاهی هستش. علوم آزمایشگاهی یه رشته‌ای هست که عموما فکر میکنن که پول پارو میکنن، خیلی پول دارن و اینها، در حالی که برعکس. بین پیراپزشکی‌هایی که توی این ویدیو قرار بررسی کنیم، علوم آزمایشگاهی کمترین درآمد رو داره. یعنی شما اگه توی بیمارستان استخدام بشی، حقوقت حدود مثلا 11-12 تومنه، ولی اگه مثلا آزمایشگاه خصوصی بری، حقوقت معمولا مثلا 6-8 تومنه، خیلی کمتره دیگه. بعد اینکه مثلا حالا میگن آزمایشگاه بزنیم و اینا، آزمایشگاه زدن شما باید دکترای علوم آزمایشگاهی رو داشته باشی و خودت هم به تنهایی نمیتونی آزمایشگاه بزنی. همراه یک دکتری باید بزنی که حالا متخصص هستش تو اون زمینه و با هم دیگه بزنید و انگار یک گروه باید بشید. و دنگ و فنگش انقدر زیاده که معمولا کسایی که حتی مثلا چه میدونم طرف 50 سالشه و چندین سال تو این زمینه سابقه داره هم خیلی دیرتر آزمایشگاه میزنه، چون واقعا مثلا سخته. هم از لحاظ این که شما یک گروه خاص خودت رو پیدا کنی و حالا مثلا 10-15 سال با اون گروه بسازی، با اون دکتره، با اون کسایی که هستی، و همین که سرمایه میخواد دیگه، اینم هستش، برای همین سخته. بعد اینکه به جزئیات باید توجه کرد. یعنی مثلا اگه آدمی هستید که مثل من کل‌نگرید، مثلا من خودم خیلی زیاد به جزئیات اهمیت نمیدم، معمولا کلی مثلا میبینم، ولی مثلا شما انگل ها رو میخونید توی علوم آزمایشگاهی و توی لام‌های مثلا صورتی خیلی شبیه هم قرار انگل ها رو تشخیص بدید و اسم انگل ها هم خیلی عجیب غریبه، خیلی. یعنی رشته رادیولوژی یه رشته ترتمیزی هسته. شما با بیمار سر و کار داری، ولی مثلا زیاد با خون و جراحی اینا سر و کار نداری، صرفا عکس رو میگیری و تمام. سختی کار شاملش میشه، چون خب در معرض اشعه هستن. بعد میگن آقا سرطانزاست و فلان و بهمان، اینطوری نیست بچه. انگار که حالا یه چیزی بهتون میدن، نمیدونم حالا چیه، ولی وقتی که اون پر میشه بهتون مرخصی میدن. انگار مثلا وقتی میبینن که خب این فرد زیاد توی معرض اشعه ایکس بوده و حالا این جعبه‌ای که کنارش هستش کامل پر شده، بهش مرخصی میده. حالا من دقیقاً مثلا اسم جعبه رو نمیدونم، ولی میدونم که حالا یه چیزی هستش که شما میتونید حالا اگه زیاد در معرض اشعه ایکس باشید مرخصی میدن که بتونید حالا ریکاوری کنید بدنتون رو و برگردید. و این شکلی هم نیستش که حالا شما سرطان بگیرید. نمیدونم تا حالا رفتید مثلا عکس رادیولوژی اینا بگیرید، ولی کارشناس رادیولوژی دستگاه میزنه خودش میره بیرون. این شمایی که مثلا در معرض اون اشعه هستید. و یه چیزی که توی فضای مجازی هم خیلی میگفتن که خب چرا حالا کسی که حالا رادیولوژ هستش ما رو اونجا رها میکنه، ما در معرض اشعه ایکس قرار میگیریم و میره مثلا بیرون. به این خاطر که شما مثلا شاید در طول سال فقط یک بار برید مثلا یه عکس رادیولوژی بگیرید، ولی اون کارشناس یا اون دکتری که رادیولوژی خونده اونجا هر روز با این اشعه در تماس هستش و نمیشه که مثلا توی اتاق بمونه و به خاطر این میرن بیرون و شما اونجا تنها میمونید. حقوقش همونطور که گفتم پیراپزشکی ها پای حقوقشون 12 تومنه. حالا بستگی به شیفت و بیمارستانشون و شهرشون و اینا ممکنه بالا پایین بشه، در کل 12 تومنه. بعد از لحاظ مهاجرت من مثلا رتبه 4 رو میدم، یا مثلا
شاید نزدیک هوشبری و یا مثلا تقریبا نزدیک هوشبریه. میشه گفت هوشبری و مثلا رادیولوژی رو میتونم توی 3 نگه دارم، هر دوتاشون رو. ولی خب مثلا اگه دنبال واقعا مهاجرت هستید، پرستاری براتون خیلی بهتره. پرستاری مهاجر پذیره و این شکلی هستش که خب مهاجرتش اوکیه این شکلی. خب رسیدیم آخر ویدیو. اگه تا اینجا ویدیو به دردتون خورده، لطفا لایک و سابسکرایب کنید و ویدیو رو به دوستاتون شیر کنید. رسیدیم به اینجایی که من نظرم رو در مورد اولویت بندیم بگم بهتون. خب واقعیتش اینه که من اولین اولویتم رو اتاق عمل میذارم. دلیلش یک به خاطر اینکه با مریض و همراه مریض درگیر نیستی، دو به خاطر اینکه پیشرفت کاری خوبی داره و این شکلی هستش که شما بعدها به عنوان عده جراح میتونید درآمد بالای 50 داشته باشید و واقعا پیشرفت کاری خوبی داره. دومین اولویتم رو من خیلی دوست داشتم که هوشبری بزنم، چون به شغلش علاقه‌مند بودم. یعنی بین پرستاری و هوشبری، شغل هوشبری به نظر من اسم کردم بهتره. حالا مثلا میشینی یه جایی و فقط حالا استرسش رو داری یا مسئولیت سنگین هم گردنته، ولی خب به نظر من که پرستاری سخت‌تر بود. ولی با توجه به شرایطی که داره، مثلا اینکه شیفت شب نداره و مثلا پیشرفت شغلیش این شکلی هستش که شما باید مثلا بیمارستان تو عوض کنی و مثلا محل کارت رو مثلا از اون شهر بری یه شهر دیگه، ولی پرستاری این شکلی نیستش. یعنی شما میتونی درستو بخونی و پیشرفت داشته باشی دیگه، مثلا درآمدت رو ببری بالا و اینا. برای همین دومین اولویتم رو پرستاری انتخاب میکنم، برخلاف میلم، چون واقعا میخواستم که دومین اولویتم هوشبری باشه. و سومیش رو هوشبری انتخاب میکنم، چهارمیش رو هم رادیولوژی، پنجمیش هم علوم آزمایشگاه. البته بچه‌ها من باز هم میگم این اولویت بندی که میکنم صرفا بابت علایق و سلایق خودمه. ممکنه کسی اولویت‌هاش فرق کنه، مثلا طرف بگه آقا من پرستاری اولویت اولمه، یا مثلا هوشبری اولویت اولمه، یا علوم آزمایشگاه اولویت اولمه. کلا فرق میکنه برای هر کسی. من حالا مثلا نسبت به اون ویژگی‌ها، چه میدونم، سلایق و علایقی که داشتم، این اولویت‌ها رو گذاشتم برای خودم. و لطفاً شما هم اولویتتون رو بهم بگید. اگه رتبتون مثلا به پیرا اینا میخوره، یا اگه قرار بود برید پیرا پزشکی، کدوم یکی از اینا رو انتخاب میکردید؟ خب ویدیو تموم شد. امیدوارم که به دردتون خورده باشه. من خیلی به سختی این ویدیو رو گرفتم، الان از بیرون اومدم و این ویدیو رو گرفتم. امیدوارم که واقعا به دردتون خورده باشه. اگر دوستش داشتید لایک و شیر کنید. دوستتون دارم. خداحافظ.